سلام و درود به همگی دوستان عزیز. خوش اومدید به کانال خودتون رضا ماورا امدی. ممنون میشم با لایک ها و کامنتاتون ما رو حمایت کنید. بریم و داستان امشب رو بشنویم. سلام، میکائیل هستم، ساکن یکی از روستاهای اطراف همدان. حدود 2 سال پیش من رفیقی داشتم به نام سجاد. من و سجاد عاشق علوم غریبه و ماورا بودیم که یه روز با سجاد داخل قهوه خونه نشسته بودیم و مشغول حرف زدن بودیم که سجاد گفت میکائیل، نظرت بریم به مکانهای متروکه؟ اینطوری علاقمون رو هم پیدا میکنیم. گفتم آره، فکر خوبیه سجاد، بریم. که سجاد لبخند مرموزی زد و گفت باشه، برو استراحت کن که فردا راه بیفتیم و به جایی ببرمت. یه جایی هست که از قبل میشناسم، مکان خیلی وحشتناکیه و خیلیا که اونجا رفتن اتفاقای وحشتناکی براشون افتاده و حتی میگن چندین نفرم رفتن و برنگشتن. من که خیلی کنجکاو بودم و برام جالب بود این موضوع، به سجاد گفتم باشه داداش، فردا را بیفتیم، فقط قبلش بهم بگو کجاست اون مکان. که سجاد گفت اون مکان بندر انزلی هستش و یه کلبه داخل جنگله و اونجا میریم. باشه گفتم و رفتیم و فردای اون روز آماده شدیم و سوار ماشین شدیم و چند ساعتی توی راه بودیم که کنار جنگل نگه داشتیم و دیگه ماشین نمیرفت. جاده به انتهاش رسیده بودش. وسایل رو با سجاد برداشتیم و هوام تاریک شده بود. چراغ قوه رو روشن کردیم و حدود چند کیلومتری راه رفتیم و دیگه چیزی نمونده بود که به کلبه برسیم. که سجاد گفت میکائیل، صداهایی رو حس نمی‌کنی؟ صدای خنده میاد. گفتم آره. منم که کنجکاویم بیشتر از هر وقتی گل کرده بود گفتم خب زودتر بریم و برسیم ببینیم اونجا داره چه اتفاقایی میفته. که 20 دقیقه بعد از اون ما به کلبه رسیدیم. فضای اونجا خیلی خوفناک و وحشتناک بود. من که حس ترس بهم دست داد و سجاد بهم گفت من برم دستشویی و برگردم، همینجا باش میام پیشت. منم باشه‌ای گفتم و تا سجاد بیاد یه دوری زدم اطراف کلبه. نیم ساعتی شد که دیدم سجاد نیومدش. پیش خودم گفتم تا سجاد پیداش بشه میرم و داخل کلبه یه سری میزنم. باعث ترسی که داشتم پاهام نمیدونم چرا سست شده بود و یه نگرانی درونم بود که نرم سمت کلبه. به در کلبه که رسیدم، در چوبی و قدیمی داشت که در رو هل دادم تا باز بشه که صدای باز شدن در هم وحشتناک و خوفناک بود. انگار اون در سالها بود که باز نشده بود. داخل کلبه پر از چوب و صندلی بود که تار عنکبوت بسته بود. که ناگهان دیدم سجاد داخل کلبه است که با تعجب گفتم سجاد، تو اینجا چیکار میکنی؟ کمی جلوتر اومد و گفت نور چراغ قوت رو خاموش کن، اذیتم میکنه. اونجا بود که شک کردم و به طرز وحشتناکی در کلبه کوبیده شد و دیدم سجاد به یه موجود وحشتناکی تغییر شکل داد که کم مونده بود خودم رو خیس کنم و دندونام به هم میخورد و پاهام سست شده بود. انگار نمیتونستم فرار کنم، نمیتونستم فریاد بزنم که از شدت ترس به خودم اومدم و داد بلندی کشیدم و فرار کردم. که دیدم سجاد از دورتر داره سمت من میاد و کمی از کلبه دور شدیم که سجاد بهم گفت چی شده؟ که ماجرا رو براش تعریف کردم و تن جفتمون سیخ شده بود، موهای تنمون. که سجاد گفت اینجا دیگه جایی موندن نیست، بریم از اینجا. همینطور که داشتیم میرفتیم دیدیم دور تا دورمون پر از موجودات عجیب غریب و سیاه با قدهای بلند و چشمای سفید و قرمز داشتن که ما رو نگاه میکردن. که یکی از اون موجودات به ما گفت میکشیمت تا نباید به مکان ما میومدی. حالا کنجکاوی کردی، ما هم به یادمیزان اخیر به حسابت میرسیم. خونت پای خودت.
خب دوستان، به پایان قسمت اول رسیدیم. قسمت دوم رو میتونید از همین کانال به زودی ببینید.